مردی که زن خیابونی رو به چیزی که حقش بود رسون. یه روز یه مرد کارخونه دار مشهدی یه دختر خیابونی رو دید که منتظر بود سوارش کنن. بهش نزدیک شد و گفت دخترم میخوای کار داشته باشی و کنار خیابون وانستی؟ دختر فکر کرد مرد داره مسخرش میکنه، اما مرد حسن نیتش رو ثابت و دختر رو با خودش به کارخونش برد تا کاری بهش بده. به کارپردازش گفت به این دختر کار بده، ازش مدرک هم نخوا که نره دیگه نیاد. دختر با کارش آشنا و شروع به کار کرد. مرد هم داشت میرفت که دختر یهو گفت میشه برم به بچه هم سر بزنم؟ مرد اول فکر کرد دختر میخواد از زیر کار در بره، اما گفت بهت نمیخوره با این سن بچه داشته باشی. دختر گفت یه پسر 2 ساله و یه دختر 4 ساله دارم. مرد با دختر رفت ببینه ماجرا چیه. چشمتون روز بعد نبینه. وقتی رسیدن خونه، مرد دید بچه ها رو با طناب بسته به ستون و براشون آب و نون گذاشته. اشک از چشمای مرد جاری شد. اول برای خونه یه دختر مواد غذایی خرید و بعد نزدیک شرکت براش خونه گرفت و دور کارش کرد. دختر بالاخره رازش رو به مرد گفت. بعد مرگ همسرم اون روز اولین باری بود که بیکار شده بودم و تصمیم گرفتم برم تو خیابون. قبل از این که شما بیاین از امام رضا پرسیدم غیرتت اجازه میده؟ اون مرد فداکار هم دکتر علیرضا نبی کارآفرین نمونه بود که خودش میگه در فقر مطلق بزرگ شده و فقط کسانی رو استخدام میکنه که هیچ جایی به دلیل سوء سابقه استخدامشون نمیکنن. نظرتون درباره کار این بزرگ مرد چیه؟